Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuhu. Aeroporti Madinah Munawwara. Aeroport با نام الامیر محمد بن عبدالعزیز آل سعود رحمه الله. یا مثال شما aeroport که با aeroport مدینه را اومدین، مثال کدومه که خودش میآید. اینا مثال اومدین aeroport، اینا دروازه بیرون. دروازه‌اش چند تا دروازه داره، کدومش که هم اومدین میبرین. از 5 ببرین خوبتره. دروازه 5 برای که با اتوبوس نزدیکه. در اینجا برای شما تاکسی ضرورت نیست. تاکسی فریب میکنن، همش نه، خیلی اکثرش هستای فریب میکنن هم تاکسیو. نرخ قیمت میگیرن با مسجد حضرت رسول الله بردن. خب این مسجد در بیرون، این بیرون ایرپورت. این هم دروازه 5 بر اومدین دستی راست. این دروازه 5 دستی راست اتوبوس میسته. یا که نباشه همینجا استانوفکای میایین در همینجا. اتوبوس 11 ریال میگیره. با فهم نکنن 11 دلار 20 دلار بگیرن. اتوبوس 11 ریال میگیره. اتوبوس بسیار اتوبوس تازه های. باز این درونش هم میبینیم چخیل شو تازه. انا 11 ریال میتین و توکل به خدا. اینا میرین دیگه تو مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم.